بیشتر ما شیطان رو یک موجود خبیث و دشمن انسان میشناسیم. اما آیا میدونستی که شیطان تنها نیست و خود دارای خانواده است؟ خانواده‌ای که در اعماق تاریکی زندگی میکنه و هر کدام نقش‌های تاریکی متفاوتی دارند. لیلیس که همسر شیطان هست و دارای قدرت‌های غیر قابل تصوری هست. لوسیفر اولین پسر شیطان که روزی جزء فرشتگان آسمان بوده. و فالینگ پسر دوم شیطان چه داستانی در دل خودش داره. امروز در این ویدیو پرده از کشف داستان خانواده شیطان میخوایم برداریم و ببینیم که این موجودات در دنیای انسانها چه نقش‌هایی دارن و حتما میخوایم از این خانواده مطلع بشیم. حتما ویدیو کامل رو ببینیم.